به دنیای یادگیری زبان انگلیسی خوش آمدید. در این کانال مجموعی از داستان‌های جذاب و سطح‌بندی شده از مبتدی تا پیشرفته برای علاقه‌مندان به زبان انگلیسی تهیه و بارگذاری میشه. هر داستان با تلفظ صحیح، لحن مناسب و در مواردی همراه با دستور زبان و ترجمه بررسی و ارائه میشه تا به درک بهتر مطالب کمک کنه. اگه به دنبال یادگیری زبان از روش‌های ساده و مؤثر و لذت بخش هستید، این کانال میتونه همراه خوبی برای شما باشه. فرقی نمی‌کنه در چه سطحی باشید. ما با شما همراهیم تا قدم به قدم پیش بریم. بریم که یادگیری زبان رو با داستان آغاز کنیم. اولین داستان سطح Early Starter هست و 4 داستان رو در این سطح برای شما میخونیم و معنی میکنیم و نکات گرامریش رو بهتون میگیم. اولین داستان The Picnic، دومی The Spider و سومی What's This و 4می Apples and Banana هست. اول اصلا بهتره با شخصیت‌های داستان آشنا بشیم چون قراره این شخصیت‌ها رو در داستان‌های مختلف ببینیم. Ben Mom Ben and Mom Bus نکترم بگم که قراره امروز یاد بگیرید برای وسایل نقلیه از چه حروف اضافه استفاده میشه. این یا آن. Bus Ben and Mom Bus Ben and Mom Bus Rosie Dad Rosie and Dad Bike یا قلم و کاغذم بردارید اگه میخواید املاش رو یاد بگیرید بنویسید. Bike Rosie Dad Bike Grandpa Van Rosie and Dad Grandpa Family Park Family Park Picnic Family Park Picnic Run آماده این بریم داستان رو بخونیم. Ben Mom Where are Ben and Mom Where کجا are هستند Ben and Mom چون 2 نفرند میگیم Where are Ben and Mom جلوتر بهتون میگم برای 1 نفر چی استفاده میشه. Where are Ben and Mom This is a picnic. Ben and Mom are on a bus. از حرف اضافه آن استفاده میشه. بهتون میگم برای چه
دلیلش چیه که برای بعضی از وسایل نقلیه آن، برای بعضی این استفاده میشه؟ جلوتر بهتون میگم. Ben and mom are on a bus. On a bus. Ben and mom are on a bus. Rosie and dad. Where are Rosie and dad? روزی و دادم 2 نفرم، میگیم are. Where are Rosie and dad? Where are Rosie and dad? به نظر شما این میگیم یا آن؟ Rosie and dad are on a bike. On a bike. On a bike. Rosie and dad are on a bike. On a bike. Grandpa. Grandpa 1 نفره. برای 1 نفر میگیم where's. نمیگیم where are. Where's grandpa? Where's grandpa? Where's grandpa? Grandpa's in a van. In a van. آن نمیگیم in. Grandpa's in a van. حالا چرا این شد این بقیه شدن آن؟ بهتون میگم. Grandpa's in a van. Where's the family? Where's the family? یه خانواده است، به خاطر همین اسم جمع نمیگیره. اینجا هم where is میگیم. Where's the family? Where's the family? Where's the family? The family is in a park. In a park. The family is in a park. چرا قیافه‌هاشون این شکلی شد؟ Oh no. Where's the picnic? 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 It's on the bus. It's on the bus. Run! 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 حروف اضافه توی وسایل نقلیه. برای وسایل نقلیه که ما میتونیم توش سر پا واسطیم به راحتی، از حرف اضافه آن استفاده میشه، مثل باس، هواپیما که میشه پلین، موتوربایک، سکوتر. ولی برای وسایل نقلیه که نمیتونیم توش سر پا واسطیم، مثل کار، ماشین، تاکسی، ون، نمیشه توش سر پا واسطاد، بهش میگیم از حرف اضافه ان استفاده میشه. پس برای وسایل نقلیه که به راحتی میشه ایستاد داخلشون، از آن، و برای وسایل نقلیه که نمیشه داخلشون ایستاد، از این استفاده میشه. اگه دوست داشتین این سبک از ویدیوها رو حتما به ما بگید. اگه ایرادی هم بود به ما بگید. سابسکرایب کنید، کامنت بذارید تا ما هم امیدوار بشیم و انگیزه بگیریم برای خوندن داستانهای بعدی. داستان بعدی اسپایدر هست. اسپایدر. ببینیم ماجرای اسپایدر چیه و چه نکات گرامری میتونیم از این داستان یاد بگیریم. منتظر داستانهای بیشتری باشید. خدا نگهدار.